سلام دوستان، امروز میخوام یکی از رازهای بزرگ اپل رو بهتون بگم، رازی که خیلی‌ها نمیدونن. تا حالا فکر کردین گوشی‌های قدیمی اپل کجا میرن؟ بله، اینجا، اروپا، آمستردام، یه شهر کوچیک به اسم ویلیدا. ساختمون مخفی اپل. تصویری که پشت سر من می‌بینید جاییه که اپل میلیون‌ها آیفون قدیمی رو نابود میکنه. این ربات که اسمش دیزیه هر آیفونی رو تو 18 ثانیه اوراق میکنه. پس میشه حساب کرد که تو یک ساعت حدوداً قطعات 200 آیفون رو جدا میکنه. دوربین، باتری، قاب، کویلای مسی، موتورا و بقیه اجزا میرن برای بازیافت. چیزی که خیلی جالبه استخراج 1 تن مواد بازیافتیه از 2000 تن گوشی. و مورد جالبتر اینه که ظرفیت اپل برای اوراق و بازیافت خیلی بیشتر از این حرفاست. ولی یه لحظه تصور کن میلیون‌ها گوشی اپل بازیافت نمیشد. زمین ما پر میشد از گوشی. پس اصلا نگران عوض کردن گوشی قدیمیتون با جدیدا نباشید، چون اپل فکر همه جا رو کرده. با من همراه باشید، برمیگردم.